Hello guys, I'm Samane. Welcome to my YouTube channel. سلام بچه ها، من سمانه هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. بریم که یه درس دیگه از کتاب Oxford Word Skills رو همراه هم داشته باشیم. Unit 12 Physical Actions. Physical Actions به معنی اعمال یا حرکت‌های فیزیکی هستش. یعنی اون فعالیت‌های فیزیکی. A. Using your body. Using your body یعنی استفاده کردن از بدنت. Sit down. Sit down معنی نشستن هستش و پس سیمپلش یعنی گذشته سادهش میشه sat down. Sat down. Stand up. Stand up به معنی ایستادن و گذشتهش پستش میشه stood up. Stood up. Walk. Walk به معنی راه رفتن. Run. Run دویدن گذشتهش میشه ran. Ran. Fall over. Fall over به معنی افتادن و گذشتهش میشه پستش میشه fell over. Fell over. Ride. Ride like ride a bike به معنی روندن دوچرخه سواری کردن و گذشتهش پستش rode. Rode. Climb. Climb به معنی بالا رفتن میشه. توجه کنید که بی سایلنت هستش، تلفظش نمی کنیم. climb. Jump. Jump به معنی پریدن. Lie down. Lie down دراز کشیدن و گذشتهش میشه lay. Lay. Dance. Dance به معنی رقصیدن. Get on. Get on سوار شدن پستش got on. Got on. Get off. Get off یعنی پیاده شدن و گذشتهش میشه got off. Got off. بریم سراغ قسمت بعدی. Spotlight. در مورد irregular verbs صحبت کرده. irregular verbs به معنی افعال بیقاعده هستش، یعنی فعل هایی که افعال اصلی یعنی main verb ها که شما قراره حفظش کنید، فقط میتونید حفظش کنید، یعنی هیچ قاعده ای نداره. Many of the verbs above are irregular. میگه بیشتر فعل هایی که بالا هستن irregular هستن یعنی بیقاعدن. The past simple is not formed by adding ed. میگه حالت گذشته سادهش شکل نمیگیره، با اضافه کردن ایدی شکل نمیگیره. There is a list of the past simple and past participle forms of all the irregular verbs in the book on page 198. میگه وجود داره یک لیستی از تمام افعال گذشته، پس سیمپلشون، گذشته سادهشون و پس پارتیسیپلشون، قسمت سوم فعل، شکلاشون توی صفحه 198 کتاب وجود داره از تمام افعال بیقاعده، یعنی لیستی از تمام اونها توی صفحه 198 کتاب وجود داره. See also unit 39 میگه همچنین درس 39 رو نگاه بندازید. بریم سراغ قسمت دوم کتاب part B. Using your hands. Using your hands یعنی استفاده کردن از دست هاتون. Push. Push به معنی هل دادن، فشار دادن. Pull. Pull به معنی کشیدن. Carry. Carry به معنی حمل کردن. Hold. Hold به معنی نگه داشتن که گذشتهش میشه held. Held. Pick. Pick something up. Pick something up یعنی برداشتن چیزی، بلند کردن. Put something down. Put something down یعنی گذاشتن چیزی زمین، چیزی را زمین گذاشتن و پسش میشه، گذشتش میشه put. Put. Break. Break یعنی شکستن، پست میشه broke. Broke. Give. Give یعنی دادن، پستش میشه gave. Gave. Close or shut. Shut یعنی بستن میشه، پستشون میشه shut و اپوزیتش یعنی مخالفش میشه، متضادش میشه open. Open. Drop. Drop یعنی انداختن. Throw. Throw یعنی پرتاب کردن و پستش میشه through. Through. Catch.
catch یعنی گرفتن و پسش میشه caught. Okay, hope you enjoyed it. امیدوارم که کلی لذت برده باشید و مطالب جدید یاد گرفته باشید. اگر سوالی دارید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و همچنین میتونید PDF کتاب رو از کانال تلگرامم دانلود کنید که لینک کانال رو هم این پایین براتون گذاشتم. و تا درس دیگه goodbye.